خب بریم سراغ Part A Grammar and Vocabulary. همطور که در ویدیوی قبل هم خدمتتون عرض کردم این قسمت شامل 12 تا سوال هست که 4 تا سوال اول گرامر هست و بقیه سوالات واژگان. معمولا داوطلبان کنکور قسمت مربوط به توضیحات هر بخش از امتحان رو نمیخونن به خاطر کمبود وقت که خب طبیعی هم هست، ولی حالا من یه بار میخونم. Directions Questions 76 to 87 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see 4 words or phrases marked 1, 2, 3, and 4. Choose the one word or phrase that best completes the sentence. Then mark your answer sheet. مشخصه ما چند تا جمله ناقص داریم که باید از گزینه‌های 1 تا 4 گزینه‌ای رو که به بهترین شکل این جمله رو کامل میکنه انتخاب بکنیم. اگه هنوز تست ها رو نزدید لطفاً همینجا ویدیو رو متوقف کنید. اول یک بار خودتون 20 دقیقه زمان بگیرید با خودکار آبی تست ها رو بزنید. بعد از اینکه 20 دقیقه تموم شد خودکارتون رو عوض کنید و اگر وقت کم آورده بودید بقیه تست ها رو با یه خودکار دیگه بزنید که ببینید چه تست هایی رو تو اون زمان مقرر جواب دادید و چند ها رو هم به خاطر کمبود وقت ازشون جا موندید. بعدش بیاید اینجا تا با هم دیگه سوالا رو بررسی کنیم. Number 76. In free writing, you should not worry about spelling or punctuating correctly, about raising mistakes, about organizing material, or exact words. Finding, how to find, about finding, the finding of. جواب گزینه سه about finding. اجازه بدید گرامر مربوط به این سوال رو یه مروری بکنیم با هم دیگه. اول بگیم gerund چیه؟ Gerund, ing form of a verb used as a noun. وقتی ing بیاد بچسبه به فعل و به عنوان یک اسم استفاده بشه چیزی که ساخته شده. مثلا میگم learning English needs practice. Learning. اینجا learning gerund هست. یا میگم her favorite hobby is reading. اینجا reading هم gerund هست. Gerunds are marvelously flexible because they act like nouns. You can use them anywhere that a noun would normally go in a sentence. Subject, direct object, object of a preposition, and etc. یعنی چی؟ ببینید gerund ها بسیار انعطاف پذیر هستند و مثل اسم عمل میکنن. حالا هر جایی که اسم رو بتونید استفاده بکنید در نقش های مختلف در جمله از gerund هم میتونید استفاده بکنید. یعنی میتونه نقش subject بگیره یا direct object, object of a preposition و غیره. نکته بعدی coordinating conjunctions. حروف ربط همپایه ساز. for, and, nor, but, or, yet و so. اینها حروف ربط همپایه ساز هستند. They allow you to join words, phrases, and clauses of equal grammatical rank in a sentence. حروف ربط همپایه ساز این امکان رو به ما میدهند که کلمات، عبارات یا شبه جمله هایی که رتبه گرامری یکسان دارند رو در کنار همدیگر قرار بدیم. ما conjunction های دیگه هم داریم مثل correlative conjunctions یا subordinating conjunctions که اونا کاربردشون فرق میکنه. ولی همپایه ساز خیلی ساده بخوایم بگیم فلان یا فلان، فلان و فلان. برگردیم به سوال. خب متاسفانه کنکوری های ریاضی 99 همون ابتدای کار با یه سوال بدقلق مواجه شده بودن.
و چه بسا خیلی هم روی این سوال زمان از دست دادن به خاطر اینکه این سوال غلطه. ببینید ما اینجا هر 4 تا گزینه رو اگر جایگزین کنیم میبینیم که واقعیت اینه که مشکل خاصی ندارن. چه بگیم or finding exact words، چه بگیم or how to find exact words، چه بگیم about finding exact words، چه بگیم the finding of exact words. طبق کلید سازمان سنجش گزینه 3 به عنوان گزینه درست اعلام شده about finding exact words. اما اینجور وقتها کاری که ما میتونیم بکنیم استفاده از تکنیک فرمونه. حالا تکنیک فرمون چیه؟ شما نگاه میکنید با هر فرمونی که سوال داره جلو میره شما با همون فرمون پیش میرید. یعنی چی؟ من یه بار جمله رو میخونم. In free writing, you should not worry about spelling or punctuating correctly, about erasing mistakes, about organizing material, or about finding exact words. همونطور که ملاحظه میکنید ما اینجا چندین gerund داریم در این جمله. spelling, punctuating, erasing, organizing. خب وقتی این همه gerund استفاده شده تو اور آخر بهتره که ما هم با همین فرمون پیش بریم و ما هم gerund استفاده کنیم. پس همین اول کار شما گزینه 2 رو بی زحمت بذارید کنار. How to find gerund نیست، پس بذاریمش کنار. بعد من میام نگاه میکنم میبینم در گزینه 4 ما the داریم، the finding of. ولی نگاه میکنم میبینم توی جمله ما این the of هیچ جا نیومده. مثلا گفتیم که about spelling، مثلا نگفتیم about the spelling of words یا about the erasing of mistakes. درسته؟ پس باز با همون فرمون پیش میرم و گزینه 4 رو هم حذف میکنم. الان من فقط 2 تا گزینه دارم، finding، about finding. خب یه بار دیگه به صورت سوال نگاه میکنم میبینم about داره مدام تکرار میشه. about spelling، about erasing، about organizing. خب میگم حالا که اینجوریه منم about رو دوباره تکرار میکنم. پس میگم about finding به جای finding. هرچند که ما اینجا میتونستیم حذف قرینه بکنیم about ها رو. به عبارت دیگه از about بیایم فاکتور بگیریم. من یه بار این جمله رو براتون بازخوانی میکنم با فاکتور گرفتن از about. میشه in free writing you should not worry about spelling or punctuating correctly, erasing mistakes, organizing material, or finding exact words. واقعیت اینه که اگر جمله اینطوری هم بود باز هیچ مشکلی نداشت. ما نیازی به تکرار مکرر about نداریم اینجا، ولی میگیم چون تکرار شده پس ما هم تکرار میکنیم. بنابراین گزینه 3 رو انتخاب میکنیم about finding، مطابق با کلید سازمان سنجش. در نگارش آزاد شما نباید نگران املا یا علایم نگارشی صحیح، پاک کردن اشتباهات، سازماندهی مطالب یا پیدا کردن کلمات دقیق باشید. Number 77. Gerald forgot to lock the door the night our restaurant was robbed. And I, or myself, and I themselves, himself and myself. جواب گزینه 1 and I. اینجا باید راجع به intensive pronouns بدونیم، ضمایر تأکیدی. Intensive pronouns end in self or selves and are used to add emphasis. ضمایر تأکیدی ضمایری هستند که
آخرشون self یا selves دارن و برای تأکید استفاده میشن. مثال I saw the burglar running myself. من خودم دیدم که دزد داشت فرار میکرد. اینجا myself داره تأکید میکنه که من خودم دیدم، یعنی من با چشای خودم دیدم که دزد داشت فرار میکرد. یا you yourself need to be responsible. خود تو لازمه که مسئولیت پذیر باشی. You yourself. گزینه 2 و 4 رو نمیتونیم انتخاب بکنیم به خاطر اینکه I ندارن. اگه برگردیم به سوال Gerald، اگه گزینه 2 رو انتخاب کنیم Gerald or myself، خب myself قبلش به I لازم داره. I myself. اگه میخوایم روی من تاکید کنیم پس یه I اینجا قبل از myself میخوایم، پس 2 رو رد میکنیم. گزینه 4 هم مثل همینه. Gerald himself تا اینجا درسته and دوباره گفته myself، اینجا I رو نداریم، پس گزینه 4 رو هم حذف میکنیم. گزینه 3 هم که مشخصه Gerald and I themselves. Gerald و من میشه ما، نمیشه themselves آنها. شبی که رستوران ما رو دزد زده بود جرالد و من فراموش کردیم که در رو قفل کنیم. بنابراین گزینه‌ای که باید انتخاب کنیم گزینه 1 هست. Number 78. Rescue helicopters had searched the whole area for the missing hikers for 5 hours before they finally, them in a remote area, were found, would found, were finding, found. جواب گزینه 4 found. خب اینجا ما باید past perfect رو بلد باشیم. The past perfect is a verb tense used to talk about actions that were completed before some point in the past. In other words, it is for talking about something that happened before something else. بنابراین past perfect برای صحبت کردن در مورد اتفاقاتی به کار میره که قبل از اتفاقی خاص در گذشته اتفاق افتاده اند. Talking about something that happened before something else. چطور ساخته میشه؟ Had plus past participle. مثال ها رو ببینیم. I had cleaned everywhere before mom came home. قبل از اینکه مادر برسه خونه من همه جا رو تمیز کرده بودم. I had cleaned everywhere before mom came home. پس قبل از رسیدن مادر این همون نقطه‌ای هست که در گذشته قبل از اون میخوایم یه اتفاق رو بیان کنیم. اون اتفاق چیه؟ I had cleaned everywhere. همه جا رو تمیز کرده بودم قبل از اینکه مادر برسه. یا I did not have any money because I had lost my wallet. من هیچ پولی نداشتم به خاطر اینکه کیف پولم رو گم کرده بودم. یعنی چون قبلش کیفم رو گم کرده بودم به خاطر همین هیچ پولی نداشتم. اگه برگردیم به صورت سوال اینجا rescue helicopters had searched. پس ما had searched رو اینجا پیدا کردیم. Past perfect. The whole area for the missing hikers for 5 hours before. این before هم داره ما رو راهنمایی میکنه. Before they finally found them in a remote area. هلیکوپترهای نجات تمام منطقه رو گشته بودند برای پیدا کردن کوهنوردان به مدت 5 ساعت قبل از اینکه بالاخره پیداشون کنن. بنابراین با توجه به توضیحاتی که دادم اینجا ما به simple past احتیاج داریم. جمله مجهول هم نمیتونیم استفاده کنیم به خاطر اینکه هلیکوپترهای نجات بالاخره کوهنوردها رو پیدا کردند
نه اینکه they were found، خودشون که پیدا نشدن، کوهنوردا رو پیدا کردن. مخصوصا اینکه یه them هم اونجا داریم، found them، آنها را پیدا کردن. گزینه 3 رو هم که نباید انتخاب کنیم، این استمرار were finding اینجا هیچ جایی نداره. گفتیم past perfect قبل از اتفاقی در گذشته اتفاق دیگری رو داریم توصیف میکنیم. جستجو کردن رو داریم توصیف میکنیم قبل از پیدا کردن. Number 79. Mr. Thomason, the company president, is not a generous man. If I, the company president, I would for sure donate some money to charity. Was, were, be, would be. جواب گزینه 2 were. خب شرطی نوع دوم. Second conditional sentences are useful for expressing outcomes that are completely unrealistic or will not likely happen in the future. شرطی نوع دوم وقتی به کار میره که میخوایم در مورد نتایجی صحبت کنیم که کاملا غیر واقعی هستن و یا احتمال اتفاق افتادنشون در آینده خیلی کمه. فرمولش if plus simple past plus auxiliary modal verb plus infinitive. مثالا رو ببینید. If I inherit $1 billion, I would travel to the moon. اگه من $1 میلیارد به ارث می بردم به ماه سفر می کردم. اگر به ارث می بردم یعنی خبری نیست، هیچکی $1 میلیارد به ارث نبرده هنوز. اگر به ارث می بردم به ماه سفر می کردم. یا If I had more money I would not have to work this hard. اگه بیشتر پول داشتم مجبور نبودم که اینقدر زیاد کار کنم. If I owned a zoo, I might let people interact with the animals more. اگه صاحب یک باغ وحش بودم ممکن بود به مردم اجازه بدم بیشتر با حیوانات تعامل داشته باشن. این شرطی نوع دوم هست. نکته دیگه که اینجا هست اینه که ما معمولاً از were به جای was استفاده میکنیم وقتی که I, he, she یا it باشه. I were, he were, she were و it were. برگردیم به صورت سوال. Mr. Thomason, the company president is not a generous man. If I were the company president, I would for sure donate some money to charity. آقای توماسون رئیس شرکت مرد سخاوتمندی نیست. اگر من رئیس شرکت بودم مطمئناً مقداری پول به خیریه اهدا می کردم. I گفتیم were رو به was ترجیح میدیم و معمولاً were به کار میره نه was. پس if I were اگر بودم simple past. If I were the company president, I would for sure donate some money to charity. بنابراین جواب گزینه 2. Number 80. We are an old nation, proud of our national, generation, combination, continent, heritage. جواب گزینه 4 heritage. خیلی آسون. لغت‌ها رو ببینیم. Generation. All the people of about the same age within a society or within a particular family. نسل. Combination. مشخصه the mixture you get when two or more things are combined. ترکیب مخلوط. وقتی دو چند چیز قاطی میشن. Continent
one of the 7 large land masses on the Earth's surface, surrounded or mainly surrounded by sea and usually consisting of various countries. قاره. The heritage, something transmitted by or acquired from a predecessor. میراث. heritage. میراث، چیزی که از نیاکان ما به ارث رسیده باشه. معنی جمله: ما ملت کهنی هستیم که به میراث ملیمان افتخار میکنیم. Number 81. The children paid attention when the teacher began explaining what would be on the next big exam. Particular, popular, willing, amused. جواب گزینه 1 particular. لغت‌ها رو بررسی کنیم. Particular, specific, special، خاص، ویژه. Popular, famous, well known، مشهور. Willing, wanting, eager، مشتاق. Amused, pleasantly entertained، سرگرم شده. از بین اینها دانش آموزان توجه ویژه‌ای کردن وقتی که معلم راجع به محتوای امتحان بزرگ آینده توضیح میداد. Popular attention که جواب نمیده، توجه مشهوری کردن، توجه مشتاقی کردن یا توجه سرگرم شده‌ای کردند. هیچ کدوم از این جواب نمیده. گزینه 1 particular. در ویدیوی بعد ادامه سوالات رو با همدیگه بررسی میکنیم. Keep watching.